بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله، به خداوند شکری بیادت. الحمدلله در این شب‌های مبارک، در این شب‌های پرفیض پربرکات، الله سبحانه و تعالی خدا خواهد انشاءالله ما و شما در دهه رحمت حضور داریم انشاءالله. خدا خواهد این دهه هم 6 روز شد، خدا خواهد 6 روز دهه خدا خواهد این دهه هم ادا می شود. باز دهه دیگر خدا خواهد اندر وقتا این روزها ما و شما انشاءالله دست میتیم بدهیم. دائم به طاعت باشیم انشاءالله، با دائم به عبادت باشیم الله سبحانه و تعالی. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز بالای منبر می‌آمدگی شدند. وقتی که اولین پای منبر پا موندن گفتن آمین. وقتی که دیگه پای منبر پا موندن گفتن آمین. و سوم پای منبر نموندن پاشون گفتن آمین. صحابه گفتن که یا رسول الله باعث آمین گفتن چیست؟ گفتن حضرت جبرئیل امین نزد من آمد گفتن. و گفتن گفت کسی که گفتن نزدی و نام شما ذکر می شود محمد صلی الله علیه و سلم، کسی که صلوات نگوید از رحمت خدا محروم بود. من گفتم آمین. ولی پیشکدام انسانی که انشاءالله نامی البته انشاءالله پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم ذکر می شود، البته صلی الله علیه و سلم، یا که رحمت خدا بر شما باد یا محمد گفته انشاءالله خدا خواهد صلوات گوییم. یا که نامی که الله همیشه نیم انشاءالله خدا خواهد البته جل جلاله جواب دارد، یعنی خدا البته بزرگ است انشاءالله. وقتی دیم منبر یعنی بالای منبر پاموندن جبرئیل امین گفت کسی که روزه ماه شریف رمضان می‌دراید همون روزه را یعنی به طاعت و عبادت روزه نگیرد، حرمت نکند، از یعنی رحمت خدا محروم بود. من گفته میگن آمین. کسانی که انشاءالله خدا خواهد این ماه بزرگیش خدا خواهد انشاءالله طعم نمیگیرد و این در این ماه خدا خواهد گناه میکند یا که روزه نمیگیرد و از رحمت خدا محروم انشاءالله. سیوم گفت من پای منبری که بودم یعنی گفتم میگه که زدی جبرئیل کسی که پدر و مادری کهنسال دارد اما پدر و مادری کهنسالش خدمتش نکند از رحمت خدا ناامید بود. من گفتم میگه آمین. عزیزانی من، البته خدا خواهد پدر و مادر را خدمت کردن انشاءالله، حرمت پدر و مادر را بجا آوردن این وظیفه هر یک فرد مسلمان است. بهترین حق بالای بچه ها این خدمت کردن و پدر و مادر است. عزیزان من میگن کو پیامبر بزرگوار پدر راضی، خدا راضی، مادر راضی، الله راضی انشاءالله. خدا خواهد اگر شما نماز میخونید، طاعت میکنید، عبادت میکنید، اگر پدر و مادر ناراضی باشد الله از شما راضی نیست. الله راضی نمیشود شما. خواهی که راضی خدا انشاءالله در چی است؟ پدر و مادر است. یعنی بزرگه که الجنت تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای پدر و مادران است انشاءالله. خدا خواهد خواهی که جنت انشاءالله خدا خواهد بنابه که انشاءالله خدمت پدر چی؟ یا 63 روز جوان هستی، پدر و مادر جوان داری 30 ساله و 40 ساله، البته ایمان برمت کنید با قرنشون برسه انشاءالله. خدا خواهد مرازی گوش نگیرید ایلا عذاب در پیش است. چی دعا میکند؟ الله سبحانه و تعالی علم قبول میکند. برمی یا که پدر و مادر جنت شما میشود یا پدر و مادر مفتی پیغمبر بزرگ دوزخی ما شما میشود. کسی که انشاءالله خدمت کند، حرمت کند و جنت میشه جاش. کسی که نارضا کند انشاءالله و یا حرمت نکند جایی و چی است انشاءالله خدا خواهد دوزخ است. برای جنت و دوزخی ما شما
پدر و مادر است. گرچه کافر باشد حرمت پدری دارد، حرمت مادری دارد. باید که انشاءالله حرمت بجا بیاریم انشاءالله. خدا خواهد ما حق نداریم پدران را دوخ کردن، حق نداریم پدران انشاءالله بام زدن، حق نداریم تدری پدر گردوندن انشاءالله. خدا خواهد حتی 3 روز دیدن عبادته، نماز نفل ثواب دارد. یکی روی پدر و مادر، کسی که روی پدر و مادرش با یک محبت تماشا میکند انشاءالله نماز نفل ثوابش میگیرد. یکی دیگرش عبادت خدا خواهد انشاءالله خانه کعبه را دیدن، خانه کعبه را دیدن نم یک عبادت است، نماز نفل ثواب دارد. یکی دیگرش انشاءالله دیدنی روی استاد، یعنی استاد روش هم دیدن انشاءالله چی است؟ یعنی انشاءالله خدا خواهد عبادتی نماز نفلی ثواب دارد. برای همین باید که ما شما یعنی روی های پدرها را و یک محبت و یک انشاءالله خدا خواهد زیبایی، خدا خواهد کلوسال باشد اون روحایی که بجمعت دیگه از خدا خواهد انشاءالله. البته ما رو هم نمالیم شو خدا خواهد انشاءالله. چقدر خدمت کنیم، چقدر انشاءالله حرمت چه بجا بیاریم، جنت برای شما ایاد نبرو. اگر نکنی ای بچه ها میکشی اولا نشد. خدمتی پدر و مادر نکردی در همین دنیا الله جزاش میدونه، ولی بعضی گناه ها را جزاش الله در روز قیامت میدارد. روز قیامت نیست حساب میکند. یک کسی که پدر و مادرش ناریضا میکند همین دنیا نخدونشونه چی معامله کراشی همون معامله شورا خدا خواهد کمات دین و طلوع چی معامله کنی همون معامله از بچه کد چشم داره انشاءالله خدا خواهد. ولی بسیاری بعضی ها عروس میگن، بعضی زن ها عروس میگن حرمتش نمیکنن. همون زن کشنامش حرمت کردی نیست، ای خودش کافش همون چیکاره که معامله کاشه از کیری نمیگی خدا خواهد. عروس میکنی اما عروس جوابش نمیگی. مردا چیکار معامله که با پدر و مادر میکنی البته از بچه کد جوابش نمیگی. این جهان کو از فعلی ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا. این جهان مانند یک کار است، گویگر میگردن صدا میگردن. همچنان که معامله که خدا خواهد شد با پدر و مادر میکنن، که معامله که زنها خدا خواهد با خسر و کشتمناش میکنن از خدا خواهد عروساشون میگیرن، بعد از خودت خفه شد. حیوانا نشوی. خدا همیشه خدا است. دیگه کن دنیا قصاص است. این قصاص هایی که نسبتی کسی میکنی با از کسی میگیری، از کسی خدا خواهد معامله خوب کنی معامله خوب میگیری، بعدی کنی زی بعدی رویت زی نیکی یاد نبرنی. برای همین خدا خواهد اما هوشیار باشیم. وقت نمشید است انشاءالله. خدا خواهد هر شب قصه باشدم و شما خدا خواهد هم صحبت میشیم. فردا شب فضیلتی نماز تراویح انشاءالله بعضی فضیلتاشو بیان میکنیم. برای همین نماز تراویح از دست نداده همه انشاءالله 30 روز هر یک روزش الهیت درجه دارد. هر یک روزش مکافات دارد انشاءالله. خدا خواهد حضرت علی پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم 30 روز وصیت شده است. خدا خواهد انشاءالله از 6 و 7 و 8 و 10 5 تا خدا خواهد پگه میگه انشاءالله. خدا در مناسب بیند چون وقت موزیک است. خدا خواهد انشاءالله حرکت کنیم، اطاعت حرکت کنیم انشاءالله. این عبادت ها از دست نداده هر دم غنیمت دونست. خدا خواهد دقیقش سکوندش غنیمت شب و این روز را خدا. برامین و طاعت و عبادت و ذکر الله باشیم. آخر اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.